الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اگر ما دقت کنیم و توجه کنیم به برنامه های الله تعالی که برای بشر تدارک دیده و تنظیم کرده است، بسیار برنامه های عجیبی و برنامه های بسیار محکم و مضبوطی و حکیمانه را ما میبینیم در برنامه های الهی. الله تعالی از آنجایی که بر بشر و انسان مهربان هست و لطف و کرمش بر همه ما بسیار فراوان و زیاد هست، برای ما چنان نظامی قرار داده است، چنان ترتیب قرار داده و برنامه قرار داده است که هم بتوانیم سعادت دنیا را کسب کنیم و زندگیمون در دنیا راحت باشد، با آسایش زندگی کنیم، با راحتی زندگی بکنیم و هم برنامه آخرت ما را بتوانیم که سعادت آخرت کسب کنیم و به رضامندی رب العالمین برسیم. الله تعالی این زندگی را، زندگی دنیای من را
قره خاکی در اختیار ما گذاشته است، این زمین در اختیار ما گذاشته و زمین حاصل خیز، زمین مستعد، زمینی که سازگار با زندگی ما. خود منم از همین زمینیم و زمین بسیار سازگار با زندگی ما. تمام نیازهای زندگیمون را از همین زمین میتوانیم برآورده بکنیم و با برنامه هایی که الله تعالی تنظیم کرده که با بهترین سیستم و مفیدترین برنامه باران از بالا سر ما میریزد، به این زمین نازل میکند. نزول باران و رحمت الهی به نحوی است که هیچ ضرری به ما برخورد نمیکنه. زندگی را ما میتوانیم داشته باشیم، زندگی راحتمون را، در عین حالی که باران هم بریزه و با این باران این زمین سرسبز و آباد میکنه. دریا گذاشته، کوه گذاشته است و آب در اختیار ما قرار داده. آب گوارا با همین باران و به وسیله نگهداری در داخل زمین، بالای زمین و باغ و باغات و کشت و زراعت و تمام آنچه که نیاز بشره و ضرورت بشر هست، تمام تامینی از همین زمین، نفت و گاز و این مخازن و معادن و که الان استخراج می شوند و به نیازهای مختلف پاسخ می دهند و پاسخ گویند. همه حاکی از یک حکمت بسیار عظیم و یک برنامه بسیار پیچیده و دانشمندانه الله تعالی اعمال کرده برای راحت بشران. زندگی راحت باشه، کوه و دره و نشیب و فراز هست، در عین حال در همین کوه راه برای ما گذاشته که از یک سو به سوی دیگه برسیم و همه راه های دریا، همه از راه های خشکی راه گذاشته و الان از جو و هوا هم بهترین ارتباطات در دنیا برقرار هست در میان همه ملت ها و بشر و همه اینها تسهیلات و امکانات و نعمت ها هستند که الله تعالی برای بشر فراهم کرده. کل این زندگی دنیا را اگر ما فکر کنیم، تمام اینها حکیمانه برای بشر و منافع بشر ترتیب داده شده و همینطور نحوه حکومت داری و تقسیمات این دنیا به اعتبار ملت های مختلف و زندگی اونها با یک نظم، این هم از همین برنامه ها است که الله تعالی برای زندگی راحت زیستی انسان الله تعالی تدارک دیده است. شب و روز قرار داده در این نظام که شب استراحت کنیم، الله را بندگی کنیم و روز را روشن قرار داده تا ما به کارهایمان رسیدگی بکنیم. نماز جمعه برگزار میکنیم، نمازهای 5 وقت را میخوانیم، الله را بندگی بکنیم، برید دانشگاه علم بخونیم و بازار و زراعت و دامداری. شب الله تاریک قرار داده
و تمام تحت یک حکمت بزرگی است و احسان الله است که انسان راحت استراحت کنه، هر کسی به تنهایی در خانه خدا را بندگی بکند و روز الله تعالی برای تلاش و زحمت، روز برای خواب نیست و شب برای کار نیست، شب استراحت و روز کاری. حالا گاهی تو نظام های بشری و انسانی حالا شیفت هست و این مسائل و اونها استثنان. الله تعالی همه عموم مردم را، منفعت عموم در نظر گرفته توی برنامه است. ولهذا این در نظام بعد الله تعالی بر هفته یک برنامه 7 روزی به نام هفته است و 30 روزی یا 29 روز به عنوان ماه و از یک خورشیدی، حساب خورشیدی برج و بعد سال می شود و این همه سال 4 تا فصل داره و اگر تو این بحر بریم چه حکمت هایی که الله قرار داده و انسان فکر بکنه به برنامه الله، همین بسه برای شناخت خدای عزوجل و معرفت الهی و ایمان به ذات یگانه پروردگار. و 7 روز الله تعالی قرار داده و روز جمعه را در هفته قرار داده است و این روز جمعه روزی که الله تعالی در این حضرت آدم خلق کردن. آدم علیه السلام روز جمعه خلق شد. حدیث آمده که روز جمعه الله تعالی آدم به بهشت داخل کردن، روز جمعه آدم از بهشت خارج کردن و همانطور که خلقت آدم یک تاریخ بزرگه، یعنی خلقت همه انسان است، آفرینش همه انسان ها و رفتن آدم به بهشت هم به معنای همین بود که بهشت الله به انسان ها داد و به جنات نداد، به دیگه مخلوق نداد. این بهشت با ارزش به بشر داده شد و ارث بشری، میراث انسانه که الله تعالی دادن و هر انسان مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان، نیک و بد جای در بهشت دارند، ولی بدان جایشون را از بهشت از دست میدهند چون بد عمل کردند و مورد تنبیه و مجازات قرار میگیرند، استحقاق پیدا نمی کنند برای رفتن به بهشت، لحاظا سرنوشتشون به جهنم میفته و جهنم زندان لعنت برای کسانی که از عقل و از این همه نعمت و از این فضل و از این مهربانی الله و از این حکمت هایی که الله تعالی اینجا قرار داده و موجودات که دلالت بر عظمت الهی و وحدانیت خدا می کنند درس نگیره و فکر نکنه. این آدم بی منطق، این آدم نادان که پروردگارش رو نافرمانی کنه و سر به طغیان و تمرد و ظلم و گردن کشی بزنه، گردن کشان با زنجیر بسته می شود و به جهنم انداخته می شود. الله من شما را نجات بده. لہذا در این نظام الله تعالی که هفته است که ما کارهای من را تنظیم بکنیم در هفته، حساب هفته‌ای در اختیار ما، حساب ماه در اختیار ما، حساب برج، حساب سال و روز جمعه را بهترین روز قرار داد. در این روز الله قیامت برپا میکنه. در همین روز دنیا خلقت کائنات به پایان رسید. 4 روز الله تعالی دنیا را به وجود آوردن، زمین را و تمام این معادن و ذخایر و استعدادها را در این زمین قرار دادن. بسیار حکمت در زمین به کار بردن برای
زندگی بشر تا قیامت، تا آخر زندگی. و این ستاره ها و ماه و خورشید و کهکشان ها و بی حساب نجوم، ستاره ها، و 2 روز دیگه آسمان 7 آسمان برابر کرد و شد 6 روز. روز 6م روز جمعه بود. جمعه بالاخره روز بسیار بسیار بابرکتی بود. روز جمعه شما آمدید به دنیا، یعنی آدم آمد به دنیا. روز جمعه شما را به بهشت بردن. روز جمعه از بهشت به زمین فرستادن خارج کردن از بهشت که ظاهرا تنبیه بود و تبعید بود به از بهشت به زمین، ولی در واقع بسیار حکیمانه، بسیار بسیار دانشمندانه و همه از روی حکمت و برنامه و یک تقدیر. ذلك تقدیر العزیز العلیم. ولهذا روز جمعه بسیار فضیلت داره. و الله تعالی به جای 4 رکعت نماز ظهر، نماز جمعه 2 رکعت نماز جمعه را قرار داده، به اضافه خطبه جمعه هم داره. و روز جمعه خطبه که هم تعریف و ثنا و بیان مجد الله تعالی است و موعظه و نصیحت و پند و اندرز است. و لحاظ این جمعه بسیار اهمیت داره، بسیار مهمه. و بسیاری خیال همه میکنن که به جمعه رفتی یا نرفتی نماز ظهر را بخونه. بسیار اشتباه بزرگی است. جمعه فرض عینی و از ارکان مهمه، از پایه های مهمه. همه این جمعه حکیمانه است و که الله تعالی قرار داده. روز تجمع مردم هست و الله تعالی بینید تجمع محلی گذاشته برای همه همسایه ها. گانه یک محله در یک محله مسجد هست، یک مسجد هست یا بیشتره. و به هر حال مردم محله 5 وقت نماز در مسجد و جمع می شود، یک دیگر ملاقات می کنند، تقویت می شوند با ملاقات، از حال یک دیگر خبر می شود. روزی کسی به نماز نرسیده بود و آن حضرت جویا شده حالی او را و که فلانی سالمه، چطوره که پیدا نمیشه. و از عمر رضی الله تعالی عنه هم کسی را جویا شدن که فلانی در نماز نیست. و شما ببینید کسی نیست، حالش را میپرسید که خدا خیر کنه، مریض یا سفری رفته، مسافرت، پیدا نیستش. و ملاقات محبت ایجاد میکنه، پیوند میده. یک جای در یک آبادی اختلافی بود بین مردم که نماز جمعه 2 تا شروع بکنن، 2 محل و روستای اونجا، ولی خب یک قریه بزرگی است و 2 قسمت جدای خود جدا فاصله هم داره مقداره. و ما مخالفت کردیم، گفتیم که هنوز نماز جمعهشون شروع نشده بود، میخواستن شروع کنن 2 جا شروع بکنن، نه 1 جا، شما 1 جا شروع بکنه. اونجا 2 تا فامیل هم هستن. گفتیم نه، شما این جمعه برای آنه که شما همراه بشید. شما اگر نمازتون جدا باشه یک دیگر کم میبینید، محبت کم میشه. و شما یکی هستید، فامیل نه امتیازه و نه فامیل شرف هست، بلکه فامیل الله تعالی گذاشته برای اینکه یک دیگر را بشناسید، این برای شناخته. و ما آنچه که مایه شرف الله تعالی فرموده تقوا هست، ایمانه. ان اکرمکم عند الله
اتقاکم. میگه من فامیله را گذاشتم، این هم نظام الله است. میگه چه حکیمانه نظام، این نظام بشر نیست، این نظام خدایی هست. فامیله را گذاشته تا اینها شناخته بشن. حالا یکی که میگه عبدالله، میگه کدوم عبدالله؟ آقا عبدالله زیاده، کدوم عبدالله؟ بالاخره وقتی فامیلش را ببینی آدم میره دیگه محدودتر میشه. بله اگر نشناسه در او فامیل عبدالله زیاد بشه، میگه فرزندی که پدرش را که ذکر کنه دیگه مشخص میشه که ها این فلان عبدالله را میگه. اینا برای شناسایی الله تعالی میبره. الا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. تعارف اینه برای شناخت، نه برای امتیازی که شما بگید من فلان فامیلم از فامیل دیگه برترم. نه، شما همه برادرید و همه یکی هستید. این برای شناخت. و مکرمترین انسان شما و بهترین انسان نزد الله اونه که از خدا بیشتر میترسه و پایبند دستورات الله است، پایبند دین خدای، مسیر درست در پیش داره، مسیر زندگیش خوبه. بالاخره گرفتار دم اعتیادم باشه، نماز قضا بکنه، بی راه بره، راهش نادرسته و او افتخار کنه که من شریف زاده هستم و من فلان زاده. او چه فایده داره؟ تو به رای او آبا و اجداد نرفتی، رویل کردی، رفتی کار خلاف و ارزش انسان با کار خلاف پایین بیاد. نزد الله تعالی آبروش میرود، نزد انسان ها هم که درست فکر میکنند آبروش میرود. لحاظا اس نظام الله تعالی در این نظام زندگی که هفتوار است، الله جمعه را قرار داده و جمعه بسیار بسیار فضیلت داره، بسیار شرف داره، روز درخشنده است. شب جمعه شب نورانی است و در این شب و روز فرصت برای زندگی ما که ما به هر حال فکرمند باشیم و از آن چیزی که خیری که ما فکر میکنیم نماز جمعه هست، که ما فکر نماز جمعه باشیم که نماز جمعه زود بریم، اول بریم. و خیلی فضیلت داره که انسان به جمعه بیاید و هم زود بیاید، اول بیاید و ثواب اولی کسی که زودتر می آید اولین ها شتر قربانیه و یک شتری گویا شما قربانی کردید و کسی که دیرتر می آید گاو قربانی کرده، کسی که باخر می آید دیرتر از اون گوسفند قربانی و کسی که از او دیرتر می آید مرغ قربانی کرده، دجاجه. و کسی که از او دیرتر بیاد تخم مرغه. ولی بعد که اذان می شود و ای بالاخره اگر ما مقدار دورتر نگاه کنیم نماز خود نماز اذان دومیه که وقتی میرسه که این وقت خطبه هست و امام خطبه میخوانه دیگه فرشتگان دفاترشون جمع میکنن و نام کسی دیگر را نوشته نمیکنن و بالاخره خودشون خطبه را فرشتگان گوش میکنن و حضور پیدا میکنن در جمع و هست حاضر و می خطبه را استماع میکنن. و لحظه یک خطبه همینه که الله است ولی خطبه اصلی همونه که دوم داده می شود و این لحظه ما برای آنکه همون حیات طیبه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم
همین اذان آخر بود. و این اذان دوم زمان حضرت عثمان که جمعیت زیاد بود و صدای اذان به بازار نمی رسید، ولهذا یک اذان اول اضافه کردن حضرت عثمان که در بازار اذان داده بشه که مردم به نماز برسند. او صدای زورا که در بازار مدینه بود، تمام شهر مدینه با از او اذان اطلاع حاصل میکرد، آمادگی میکردن، بهتر به نماز جمعه میرفتن. او زمان این صداها هم نبود و همه صحابه اجماع کردن و بر این به دو اذان قبول کردن. همه اجماع با اجماع صحابه ثابت شد. و دور سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ بعد از حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دوتا اذان دادا، ولهذا ایتا امروز مانده. و این از بزرگ شما با اجماع مسلمین این و اجماع صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین این اذان دوم ثبوت داره. و به هر حال این عزیزان من، این روز خاصی است و شما اینجا که نماز جمعه میخوانید در این روز فرمودن شما ساعت موجود در روز جمعه، این فضیلت این روز است. ساعت موجود است در این روز که دعاهای شما را الله قبول میکند و در این ساعت مقدار اختلاف نظر وجود داره که این قولای مختلفه، اما بیشترین اقوال، بیشترین نظرات به دو چیز جنبندی شدن. این خوب توجه کنید که دعا قبول میشه که امام بر سر منبر می نشیند برای خطبه، اذان دوم داده می شود و خطبه شروع میشه از اون وقت تا نماز به پایان می رسد. وسط دو تا خطبه می نشینه، خطبه تمام می شود و نماز شروع می شود و نماز به پایان می رسد. این وقت الله تعالی دعاهای را از شما می پذیرد و دعاهایی که در داخل نماز می خونید، بعد از التحیات می خوانید، او دعاهایی که بین دو تا خطبه می خوانید. بین دو تا خطبه بالاخره شما اگر دعا کنید بین این دو تا خطبه، وقتی است که بسیار امیدوار کننده که دعا رد نمی شود و شما توی دلتون دعا کنید. بهتر است که خاموش چون و بعضی بزرگان به زبان دعا را درست دانستن، بعضی دیگه میگن در دل دعا بشود. ولهذا صدای دل، دعای دل را الله تعالی میشنود و وسوسه های قلب و خیالات قلب هم الله میدانه. انتظاری که شما از الله دارید الله میبینه در دلتون چه انتظاری دارید و چه چیزی از الله میخواهید و چه چیزی را تمنا میکنید الله میبینه. دل من و شما جلوی الله ظاهره و غیر از خدا دیگه هیچ کسی راز قلب نمیدانه. بله ماشاءالله یادداشت دادن که امروز روز جمعوری کمک برای مدرسه دینی پشامک هست. ماشاءالله اول کارتخان می آورند این عزیزان و مدرسه پشامک همه مدرسه اسمش چیه؟ جان؟ انوار العلوم. ماشاءالله مولانا کوهی مدرسه انوار الحرمین. ماشاءالله چه نام بابرکتی. و مولانا کوهی، مدرسه مولانا کوهی یکی از مدارس خوب استان ما است و این مدرسه هم خوب درخشیده توی شورای مدارس و زی حق این مدارس علا با توجه به شرایط که سخت به هر حال کمک به این مدارس اجر عظیم و ثواب بزرگی داره و میخواستم امروز شما را تشویق به
صدقات و صدقه دادن و خیرات بکنم که از مهمترین مسائل و که ثواب زیاد خیلی زیاده داره در وقت قحط و در وقت تنگی و در وقت فقر و مشکلات صدقه دادن در راه الله تعالی، خیرات دادن. این خیرات در وقتی که مردم در تنگنا قرار دارن، الله مردم در تنگنا کمک کردن به این مردم، به زندانی ها، به یتیم ها، به بیوه ها، به مدارس دینی، به مساجد، به دانشجویانی که هزینه تحصیل ندارند، دانش آموزانی که برای تحصیلشون مشکل دارند، در راسته راهای علم و دانش در راه نشر قرآن خرج کردن بسیار و بسیار فضیلت داره. ماشاءالله این مدرسه را امروز دست بالا بگیرید. بله دعا یک وقتش همینه که از وقتی که اذان دوم تمام می شود و امام از وقتی که بر منبر می نشینه قبل از اذان می نشینه تا نماز تمام می شود و دومی وقتی که بعد از نماز عصر تا مغرب، این وقت آخر روزه و آخر این خیر روز جمعه خیر هست، آخر روزه این وقت هم الله تعالی دعا را قبول میکنه. این دو تا وقت شما سعی کنید که هر دو تا از شما فوت نشه. و بزرگان ما گذشتگان و اسلاف بعد از در روز جمعه عصر به صورت خصوصی می نشستند توی مساجد، به دعا می پرداختند و به ذکر الله تعالی می پرداختند و حرف کمتر می زدند و گوشه می نشستند که مشغول به صحبت نباشند. و روز جمعه روزی است که به کثرت درود خوانده می شود. هر درود که شما برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ختم می کنید 10 تا درود، یعنی 10 تا رحمت. شما در درود که می خوانید درخواست رحمت از خدا برای حضرت رسول می کنید و لحاظا 10 تا رحمت به خود شما تعلق می گیره. یک درود خواندید 10 تا درود به شما خوانده می شود، یعنی 10 تا رحمت به شما نازل می شود. به چقدر فضیلته، چقدر اجره. این نظام رب العالمین چه نظام بابرکته. روز جمعه را برای شما قرار داده و روز جمعه حالا در نظام الله بعد از اذان دیگه باید تجارت تعطیل بشود. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. اذان که داده شد میگه به سوی نماز جمعه سرعت بگیرید، سریع برید. آقا وزر البیع، معامله را ترک کنید، مغازه را ببندید و شما تجارت را ترک کنید. بعضی بودن که وقت اذان شنیدن و وسایل آماده کردن که بدن به مشتری گذاشتن، گفت الان تجارت ممنوعه. الله فرموده که تجارت را ترک کنید، من کرد. این وقت تجارت هم باید ترک بشه، خوردن و نوشیدن هم ترک بشه و نشستن با زن و بچه هم ممنوعه. این وقت رفتن به سوی جمعه است. دیدن و دیدار این وقت هم ممنوعه. اعادت مریض هم ممنوعه. بعد از جمعه برو برای اعادت. هرچی وقت داری وقت جمعه است، دیگه هیچی نیست غیر از جمعه. و استراحت هم ممنوعه مگر کسی مریض نمیتونه بره. همه خانه تعطیل، کارخانه، بازاری، کشاورزی، دامداری، کسب و کار همه را تعطیل کن و لحظات که نماز جمعه برگزار بشود و نماز بخون بعد بیا بکارد. و اگر کسی مسافره و نرفته به مسافرت هنوز هست، بیا نماز جمعه بخونی بعد بری. اگر جلوتر از اذان رفت خیر، بهتر اینه که اگر دیگه جای میخواد به جمعه برسه او هم یک مسئله است. و الا وقت نماز آمده شما سفر نرید،
و وقت نماز بخون و برو. و بر زنان نماز جمعه لازم نیست و این تخفیف برای زنانه، ولی اگر زن بیاید برای نماز جمعه ثواب کامل هم میبره، ثوابش میرسه، اجرش میرسه. در تجمع مسلمانان شرکت کرده، برکات اینجا بر او نازل میشود و صحبت میشنود، صحبت دینی، خطبه گوش میکنه، قرآن میشنود، همه اجر. و بچه های کوچک نیارید به جمعه که بالاخره شلوغ کنند یا آداب ندانند یا نماز خود شما را خراب بکنند. بچه هایی که میتونن رعایت کنن اونا را با خود بیارید نماز، تا یاد بگیرد، تا بدانند که جمعه است. و به جمعه خیلی مورد توجه. جمعه از این شما که شرکت کردید در این جمعه، از این جمعه تا جمعه گذشته هرچه در این 6-7 روز شما گناه کردید تمام گناه های شما بخشیده میشن. و توجه داشته باشید که گناه های صغیره، گناه های کبیره و توبه بخشیده میشن. اگر اینجا توبه بکنید گناه های صغیره و کبیره شما بخشیده میشن. و توبه صادقانه باشه، توبه زبان الله نمیپذیره، توبه نه، توبه از ته قلب باشه و واقعا انسان از گناه پشیمان بشه و واقعا گناه را ترک کنه. ای الله تعالی بله این روز بعد از نماز جمعه خوانده شد اینجا که در سوره اینجا که تلاوت شد می آیات که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا، نماز که تمام شد منتشر بشید بر زمین، برید و اگر تجارت کنید وابتغوا من فضل الله، فضل الله را تعالی را طلب بکنید، روزی را طلب بکنید. و صحابه کرام تجربه کردن که بعد از جمعه هر کسی به تجارت کسب و کار خرید و فروش پرداخته سود برده و نفع برده. و الله تعالی حالا در زندگی ماست تعطیل قرآن از وقتی که اذان داده میشه تعطیل تا نماز برگزار. این دیگه کسب و کار آقا دست همه کار بکشد و بیان برای نماز. و بعد که نماز تمام شد دیگه شما آزادید، برید دامفروری دارید، کشاورزی دارید، تجارت دارید، کسب و کار دارید، شما آزادی کارتون بکنید. ولی در این سیستم الان یک روز مثلا اینجا پنجشنبه تعطیله، ببخشید جمعه تعطیله و بعضی جا شنبه، یهودی ها در شنبه تعطیل میکنن و نصارا در یک شنبه، روز عبادت یهودی ها شنبه و روز عبادت نصارا یک شنبه، روز عبادت مسلمانان روز جمعه است. و در حدیث شریف است که الله تعالی اختیار داد که شما هر روز را که برای عبادتتون انتخاب بکنید. درسته شما همون عبادت. یهودی ها گفتن که روز یک شنبه چون کار خلقت روز جمعه تمام شده و روز شنبه به هر حال زندگی گویا آغاز گردیده و گفتم من روز شنبه. و حضرت موسی اونا را زمان حضرت موسی علیه السلام و لحظه اینها گفت خوب شما که روز شنبه را انتخاب کردید در این عبادت کنید و روز نصارا روز یک شنبه را اختیار کردن و به هر حال و مسلمانان که آمدن جمعه را انتخاب کردن و این جمعه را قبلا یک انسان یک تاریخی غالبا قاب بن لؤی که او
در این روز اجتماع میکردن و تجمع اختیار میکردن. روز جمع شدنش قبل از اسلامه و روز جمعه او چیزی بود که الله تعالی روزی که فضیلت داشت نزد الله و روز با ارزش بود، مسلمانان به آن را انتخاب کردند و لحاظا این برتری یه داره بر بقیه روزا که این روزی که همه فضیلت ها در جمع شدن روز جمعه است. در این آدم خلق شده، در این آدم بهشت داخل شده، در این روز آدم از بهشت بیرون شده و در این روز آدم وفات کرده، در این روز جهان خلقتش تمام شد، در این روز قیامت برپا می شود، روز جمعه. و لحاظا این فضیلت جمعه فضیلت بسیار بزرگ، روز درخشان و نورانی روز جمعه است. حالا خیر هر ملت برای خود روزی را تعیین کرده و در همون روز تجمع و لحاظا روز عبادت و مسلمانان این روز الله تعالی داده و این روز نعمت بسیار بسیار بزرگی است. نظام الله و الله برنامه الله که بر انسان احسان کرده همین بالاخره حکومت داری هست که به هر حال بزرگتری انتخاب میکنن و به مدیریت هست و سیاست هست که الله تعالی برای بشر این در خیلی از مخلوقات وجود نداره و این برای آن است که بشر بتواند زندگی دنیا را هم درست کنه، زندگی دنیاش را و راحت زندگی بکند و هم بتوانه به راحتی الله را بندگی بکنه، آزادی داشته باشه و درست بتوانه برای زندگیش برنامه ریزی بکنه، تدبیر بکنند و افراد گروه باشند در راس کار که فکر کنند برای زندگی راحت ملت، برای مردم کار کنند و بالاخره امنیت مردم تامین بشه، اقتصاد مردم، معیشت مردم بالاخره برنامه ریزی بشه و ترتیب پیدا بکنه و پیشرفت کنه و دانش و علم و همه این کل این برنامه ها برای برنامه ریزی برای زندگی بتونه به وسیله حکومت، به وسیله دولت راحت بشود و انسان راحت بشن و راحت بخوابند، راحت کار کنند و با مدیریت درست، با برنامه ریزی درست تمام نیازهایشون برآورده می شود و این از احسانات الله تعالی است. الله تعالی آن چیزی که برای حکومت ها می پسنده، کسانی که در راس قدرت قرار گرفتن و مدیریت کشور را در دست دارند، آن است که به مردم فکر کنند، به ملت فکر کنند، به رفاه ملت، به پیش راحتی ملت، به آسایش ملت و خدمت برای مردم بکن. هیچ عابد، هیچ زاهد، هیچ درویش به اندازه او رهبر عادل و مدیر عادل و مسئول عادل ثواب نداره. بالاترین بزرگترین اجر، بزرگترین ثواب مال او حاکم عادل هست. او حاکمی که عدل بکنه و عدالت را در زندگی اختیار بکنه، مردم در آسایش باشند،
بین مردم برابری باشه، بین همه ملت برابری برقرار بشود و ملت در آسایش باشه، همه مسلمان و غیر مسلمان، همه اقوام، همه مذاهب. این نزد الله تعالی بالاترین ارزش این شخص داره که عدالت را اجرا بکنه. مدیر توانمند، مدیر لایق و مدیر قدرتمند و مدیر عادل باشه و همه خلق را به یک نگاه کنه، بین اونها تفاوت قائل نباشه. و سید المرسلین رحمت للعالمین را اگر زندگی او را قبول داشته باشه و در برابر با زندگی آن حضرت نگاه کنه و سیره آن حضرت را پیاده بکنه، بهترین سیره هست و رفتار برای بهترین رفتار میبینه برای حکومت داری. و آن حضرت سلمان فارسی و ایرانی که مال ایران و مال اصفهان و مشرف به اسلام شده بود و در خدمت آن حضرت بود و آن حضرت سلمان گفت که سلمان من اهل البیت، سلمان از اهل بیت ماست. یک غریبه در یک حکومت عدل و حکومتی که نمایندگی واقعی از جانب رب العالمین و خلافت واقعی پروردگاره، این حال یک غریبه که او چه اندازه ارزش پیدا میکنه. و بلال حبشی که غلام و او حضرت ابوبکر خرید کرد و آزاد کرد، روزی که آن حضرت فاتحانه به مکه وارد شد و در مسجد الحرام نماز برگزار کردم، بلال دستور داد آذان بده و بلال اذان داد. در مدینه منوره بلال اذان میداد و مردم به بلال افتخار میکردند، به جایگاه پیدا کردند، غلامان جایگاه پیدا کردند، کنیزان، انسانهای عزتمند بیشتر عزت پیدا کردند و حرمت انسانها بالا رفت، به مردم حرف مردم توجه می شد، حرمت گذاری به مردم می کردند، انسان ها ارزش پیدا کردند، حیوانات حقوقشون رعایت شد، حیوانات حقوقشون. شتر هم به بارگاه آن حضرت شکایت کرد، آن حضرت صاحبش را خواست و گفت که شتر شکایت داری که از من کار زیاد میگیرند و آن حضرت پیامبرند، دیگه کسی شکایت شتر ما هیچ کسی متوجه نمی شود. ولی آن حضرت فرمود شتر شکایت داری که صاحب من غذا علوفه کم میدهد، گرسنگی میکشد، کار از من زیاد میگیره. گفت تو علوفه اینه زیاد کن، بده، حیوانها را عذاب ندید، حیوانها را اذیت نکنید. شما حیوانات در سردی ببندید، بلرزه حیوان و شما توی خانه باشید. این چه مسلمانی است؟ و حیوان هم جای گرمی ببند. اگر فصل گرم است شما خودتو سایه او را بر آفتاب سوزان نگذار که قابل تحمل برای حیوان نباشه. حرف من تمام نشد مگر برای دیگه هفته بگذارم. بهرحال عدالت نزد الله بزرگترین امتیاز، بزرگترین عبادت، کار مردم برای الله، همه چیز برای الله و حرف مردم باید شنیده بشود و به مردم توجه بشود. چراغی که در خانه نیاز است به مسجد درست نیست گفته.
الان که ملت ایران مشکل داره و گرسنه هست و نباید جای دیگه سرمایه های ملت ایران برود. این ملت خودش نیازمنده، این ملت خودش مشکل داره و مشکلات خودشون بلوس. به این ملت توجه بشه. گسترش عدالت و گسترش انصاف و برابری و گسترش آزادی، آزادی ها، همه آزادی های کلام و بیان و مذهب بسیار حیاتی و مهم و حکیمانه رفتار کردم من مردم و دوری جستن از خشونت، چون خشونت به بر میاره، تندی به بر میآورد. حکمت به کار برده بشه. همه جا تندی جواب نمیده، بسیاری جا با حکمت جواب بهتر میده، تعامل بهتر جواب میده، گفتگو بهتر جواب میده. مرحوم قاری عبدالرحمن رحمه الله یکی از اساتید برجسته قرائت در زاهدان که واقعا یادگار گذشتگان بود، یادگار از قاری غلام نبی رحمه الله تعالی، قاری عبدالمالک رحمه الله، اساتید بزرگ دنیا بود و رفتنش واقعا ضایعات بزرگی است. و تا 90 سال ایشون 90 سال عمر کردن، تمام این عمرشون را از وقتی که فارغ التحصیل شدند و کل عمرش را به تجوید و قرائت، به فن قرائت و تجوید صحیح خوانی قرآن مشغول بودند و قرآن تعلیم دادن، آموزش دادن و قرائت و تجوید درست و خوشنصیبی تا آخر زندگی که رفتن قرآن درس دادن، روزانه قرآن. الله تعالی درجاتشون عالی بگردن عوض بده ما را. و در این هفته ریش سفیدهای بسیار خیرخواه و خیراندیش از دست دادیم که حاجی فیض محمد رحمه الله هم از همین خیرخواهان بود. این ریش سفید دلسوز خیرخواه، الله تعالی رحمت کنه همه ریش سفیدانی که به این ایام رفتن دور و نزدیک، الله درجات عالی نصیب بکن.